سوال اینه که با این جوی که الان وجود داره و این اسلامگرایی افراطی در منطقه و در خیلی جاهای دیگه خیلی داره رشد میکنه، شما این نگرانی دولت رو حس میکنین که شاید از این طریق افرادی مثل شما دارن به این اسلامگرایی افراطی در کشور دامن میزنن و گسترشش میدن؟ ببینید، وقتی که درباره افراطگرایی اسلامی صحبت میکنن، من سوال میدم که چرا در هندوستان حدود 200 میلیون مسلمان زندگی میکنند افراطگرایی نیست؟ زیرا که جامعه واقعا مردم سالاری و دموکراسی است. وقتی که مردم خواهشای خودشان، آن چیزی که طبق اعتقادشان بر آن معتقد هستند، آزادانه میتونند در جامعه در زندگیشان عملی نمایند، احتیاج نمیموند به افراطگرایی. اما وقتی که محدودیت ها زیاد می شود، مانعه ها زیاد می شود، طبیعی است که رد فعل پیدا می شود. از همین خاطر من به حیث معاون اولی نخست وزیر در یک کنفرانس در آلمان شرکت می کردم در موضوع تروریسم و در اون صحبت هم گفتم که 80% پیدایش تروریسم و افراطگرایی با عیب دولت ها است. دولت های توتالیتری، دولت های دیکتاتوری، اونها سبب می شوند که در کشورهاشون افراطگرایی و تروریسم پیدا بشه. حالا چند وقت پیش یک نفر، یکی از این به اصطلاح سیاستشناسا از انجمن سیاستشناسان تاجیکستان، نمیدونم اسمش هست درست اگه گفته باشم، پیشنهاد کرده بود که یعنی به نوعی به دولت پیشنهاد کرده بود که بیشتر مدارا کنه با افراد مذهبی و افرادی مثل شخص شما، چون در محدودیت کردن هرچی بیشتر و فشار بیشتر گذاشتن به افراد شما فقط گرایش های افراطی اسلامی رو بیشتر میکنه در جامعه. تا چند اندازه این حرف این آقای سیاستشناس رو قبول دارید شما؟ تا یک اندازه قبول دارم، زیرا این بنده خدام، این برادرم نمیداند که این اختلاف های ما، سوء تفاهم های ما منشأ شخصی ندارد. ببینید، اگر واقعا دولت ما آزادی های دینی را تامین بکند، زنها را مسجد رویش منع نکند، هر کسی میخواهد لباس حجاب اسلامی بپوشد منع نکند. امروز ببینید در اقام دانشگاه، مدارس میانه، میگوییم دبیرستان و دبستان و اینها، دختر خانمای حجابدار اجازه نمیدن، حتی حجابدار یعنی سرش پوشیدن باشد، لباس ملی تاجیکی را اجازه نمیدن. بچه ها رو تا 18 سال مسجد رفتن ممنوع کردن. تعلیم قرآن در ما دیگه جنایت شد، برای این 5 سال زندان میکنن. بجز پدر کسی دیگر اگر به طفل، به بچه قرآن آموزاند، این جنایت است. اگر زیر 18 سال، بله زیر 18 سال. اما اگر انگلیسی آموزاند هیچ ضرری ندارد، یا درس الهوگی علوم بگیرد جنایت نیست، اما تعلیم قرآن جنایت است. 5 سال زندان است. خیلی محدودیت است. همچنین تمامی مساجد آزادی هاش گرفتن دیگه، یعنی شخصیت هایی که واقعا هم احترام دارن اونا رو از مسجد دور کردن و در مسجد آوردن افرادی رو که یعنی منبع تشریع آنها قرآن و سنت نیست، بلکه خواهش و رغبت منصبدارا هست، که این خیلی البته محدودیت های زیاد است که فرد مسلمان، فردی که غیرت اسلامی دارد، به این صبر کردنش دشوار است.